باباجان 37 سال دارد. بسیاری از روزهای زندگیش را همین گونه سپری کرده است. 300 کیلوگرم وزن دارد و از وزنینترین مردان تاجیکستان است. مثال یگان جورو ساز میکنم یا که یگان همسایه پیلته بیاره هموش ساز میکنم میتونم. نمیقتی وقتم میگذره. باباجان محمدیف ساکنی فرخار از کودکی معیوب است و راه نمی رود. 3 فرزند دارد و پسرش امید روز یک بار خرش را جیل میزند و او را سیر میدهد. مکتب میمونه گاهی میشوه. گاهی میشوه مکتب روی میکنم خودم خانه دا میمونم تر. 150 سومانی نفقه باباجان برای زندگی کافی نیست. کاری روزگار به دوش همسرش مستانه است. اگر کاری میکنم یا میرم پوبه چی میکنم یاردم میتم اتلا خاله زندگی. باباجان پرستاری هم میکند. کردم روان زنکو گلکوش هم آدم میپرتم. اینا همسایه میاره، ای همسایه میاره. که خیلی یگان چینی برنج میتن یا آردم میتن. باباجان بیماری ارثی دارد و بیماریش روز به روز بدتر می شود. از بس که وزنین است کسی هم نیست او را به شفاخانه برد. تا حال 3 روبه شکست است و از دختر هم محروم شده است. هازینم میونم در میکنه، پام در میکنه. رای دور رفتنم قمیشینم میونم در میکنه گشتم میام با خونم. یعنی کسل بیمارم شم دختر دودگی میگه یگان دخترش سنم فر نمیگرده. یعنی خوابم دیگه چوکنه. همدیگان کمک میکنند که راه افتادن نشود. یکی بامش را تعمیر کرده است، دیگری تلویزیون هدیه کرده است تا از تنهایی خسته نشود. باباجان میگوید همدم و همرازی اساسیش همسرش است که به او امید میبخشد. نیم ساعته پیشم دور برود تا فیرود نکنه آوازش نشنم دلم قرار نمیگیره. جنگ میکنیم بود ساز میگیریم این زندگی ما هم خیلی. آرزوی باباجان این است که وزنش کم شود تا عزیزانش را زحمت ندهد.